سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین در کانال تفریحی و آشپزی شازیه. خوشبختانه یا غیر خوشبختانه خود شازیه خانم نیستن در داخل از این ویدیو، چون نمیخواستن بیاین. فقط ما و همراه اولادا بودیم داخل از خودشان بود، ولی داخل ویدیو نمیخوای بیای. ولی ما و اولادا بودیم، رفته بودیم امروز در موزیم نوبل. هم رقمی که میبینین در این قسمت ما داخل چی شدیم؟ داخل قسمت امو مغازه نوبل، موزیم نوبل. در قسمت است که کتابایی که اونجا هست یا بعضی چیزای دیگه که آدم میتونه بخره، اکثرا برای توریستا است. فکر میکنم که مدالایی که ادا شده برای کسا اینجا همو نقش قلابیش هستک برای فروش و بعضی چیزهای دیگه که اصلی هستک، مثل کتابی که داستان زندگی همو خود آلفرد نوبل که نوشته کرده و میتونه مردم بخره بخاطر بخوانه زندگی زوره که چه رقم است، چه رقم زندگی کرده و داستان از چه رقم بوده. یا آلفرد نوبل که موزیمش در استکهلم است و کسایی که یک چیز اختراع میکنه برای دنیا و به خاطر بهتر شدن جهان و بهتر شدن و آسانتر شدن برای مردم جهان، و اونا معمولا باز سالانه از این موزیم نوبل میاین جایزه میگیرن. اینجا مکسایی رو میبینین که کسایی بوده که در تاریخ از این موزیم جایزه گرفتن. هم رقم که اکثر رو میبینین در اوقاتشان بسیار آدمای مشهور بوده، از جمله باراک اوباما که من همونجا یک لحظه نظرم خورد و خیلی کسای دیگه که آمدن و از اینجا مثلا چی گرفتن، جایزه گرفتن. همین رقم که پیش میریم میبینین که بسیار چیزای مختلف در این مغازه که ریزگه که موزیم وجود داره برای خرید و خرید کردن. بعد اینجا هم داخلش هست که آدم میتونه اینجا پرداخت کنه. باز دوباره در اون قسمت که کسای جایزه گرفتن عکسایش اینجا میآید که باز ما یک لحظه نظرم در کوفی آنان خورد، سرمنشی سابق سازمان ملل. و این قسمت هم قسمت همو صحن وسطی موزیم است. اینجا بعضی چیزها را در نمایش مانده از لحاظ تکنیک و تکنولوژی امروزی و خیلی چیزای دیگه اینجا در نمایش گذاشته شده. مثلا این صندلی که شما دیدین، ولچر، این چیزایی هستن که کسایی بودن که یا اختراع کردن یا درست کردن که برای آسانتر شدن زندگی مردم و جهان. این بسیار مهم است که بسیار برای مردم هم مفید باشه و هم آسان باشه. او زمان فکر میکنم که اونا جایزه میگیرن از موزیم نوبل یا هم از کمیته نوبل کمیته برش میگن. نوبل برای خودش یک کمیته داره سالانه، از طریق همون کمیته همی جایزهاش تقسیم میشه برای کسایی که مستحق جایزه میشن. فکر میکنم برای طبابت است، فیزیک است یا برای صلح هست. همی چند گزینه ما تا جایی که یادم میام اونجا بود
دمی رابطه کسی که کار میکنه فعالیت میکنه بازم بهترینش انتخاب میشه، میایه سالانه هم از این کمیته بازم این جایزه خود دریافت میکنه. باز عکسش هم در اینجا بند میکنن و نوشته میکنن راجع از او اطلاعات میدن. این قسمت ها کروات است، کلاست، بعضی عکس ها و بعضی از چیزای برقی و تکنیکی است که اینجا در نمایش ماندن. حتما چیزایی است که شاید از همه چیز از این جنس ها زیافتر تولید و جور شده باشه، ولی از همه مفیدتر و بهتر شده اینجا فکر میکنم که در نمایش ماندن، چون که کل اختراعات و کل کارا رو در اینجا نمیتونن بانن. مثل که اونو میکروسکوپ هم میبینین در اونجا، فکر میکنم که شاید هم اولین میکروسکوپ بوده که اختراع شده که برای زندگی مردم و بشریت آسان تر کرده. یا می دم و دستگاهی که در نظر میایه مثلا اینی من دقیق همیال یادم نمیه، ولی من راجع در میم اونجا خواندم یک چیزی که اینی اولین چیزی بوده که اختراع شده که بسیار مفید برای جهان و برای بشریت. همین چیزا بسیار مهم است و همون کسایی هم جایزه میگیره که یک کار کرده باشه برای دنیا، برای صلح، برای طبابت، که زندگی مردم آسان تر کنه، یا که کاملا یک کار بکنه که بسیار مفید واقع شه برای راحت بودن بشر. مثلا یک دوای اختراع کنه که یک مرض درمان شود که قبل از او کسی بر درمان از او دوا اختراع نکرده بوده، مثلا همچون چیزی. یا یک دستگاهی که برای آسان تر شدن و برای رفع مشکلات بشریت باشه، اونا قابل قدر و قابل جایزه دادن میشه. ما دفعه اول ما بود که اینجا رفتیم، زیاده تو آمادگی هم نگرفته بودیم، ولی بازم کوشش کردیم که یک مختصر چیزی را بگیریم و اینجا راجع به اطلاعات هم زیاد اطلاعات ندارم، ولی همه اطلاعاتی که دارم هم اینجا میگم. باز اگر دوستا اطلاعات خوبتر و دقیقتر داشتن میتونن در کومنت ها نوشته کنند و ما را اصلاح کنن. من مطمئن هستم که 100% موارد نیستم. این قسمت هم قسمتی بود که گفتم قبلا که راجع در صلح و راجع در چی عکساش بود. اینجا طفلا قبل از اینکه وارد شویم یک چیزا گرفته بودن، یک چندان بروشیر گرفته بودن که دو جواب میدادن و اینجا آمد جواب بروشیرایش را تسلیم داد، سعی کرد و جایزه خود گرفت. دم چند تا سوال جواب دادن، بعد از او اومدن اینجا جایزه خود گرفت. حالا اومدن بیرون از موزیم و یه صحن دم روی موزیم است. اونه این قسمتک یک میدانک است، دقیق حال یادم نمیه، یک میدان است به نام دقیق یادم نیست، یک میدانک بسیار قدیم و یک در قسمت شهر کونه استکهلم است، در زبان خود از اینا گملستان. این قسمت هم که ما میریم طرف در دست چپ ما اما خود قصر شاهی سویدن است. همونطور که ما پیش میریم این دختره که مستی بود و شهزاد بچیم و او خودم و او بیزاد بچه ریزگه کم در بغلم. ما حالا از اونجا برامدیم، هم تو میدان میریم طرف موتر و در قسمت دست چپ ما شما میبینین یک ساختمان است و او مو قصر شاهی است که ما باز میریم. دم قصر شاهی یک چندانه از گاردا استاد است من حیث
گاردای دان قصر، اونا همیشه همونجا استاد هستن و تبدیل میشن. این قسمت عکسایی است از داخل قصر شاهی، مثلا عکس امام ملکه است، عکس تاج ملکه است و یک عکس دست جمعی شاه و تمام فامیل شاه با زیادی سیاستمدارای پارلمان و حکومت فعلی سویدن. فیلم زیاد تو دقیق گرفته نشده متاسفانه. فکر کنم که شما یکم ذره سرتانم گیج میشه با این تو فیلم گرفتن، ولی بازم ما رو ببخشین به بزرگواری خودتان که ما نتونستیم پروفشنال عکس بگیریم یا فیلم بگیریم. اون قسمت من نشان میتم که اون اعضای پارلمان و حکومت بود که دی پادشاه و فامیل پادشاه. معمولا نمی رسم است. باز او عکس‌ها رو در بیرون چاپ کرده مانده بودن. فکر میکنم که داخل قصر هم امکان رفتن داره که آدم بلیت کنه باز برو داخل. این قسمت که ما میریم اما تو دمی دست چپ ما اونم قسمت چی بودک قصر. اینی هم منار کدام پادشاهی از اینا بود که دی دست راست ما بود. فیلم زیاد پروفشنال و بسیار پروفشنال که چی که اصلا پروفشنال گرفته نشده، فقط یک چیزی هست که فقط نامش هست دیگه. ولی ما انشالله کوشش میکنیم که باز از ذکر بسیار خوبتر و بهتر فیلم بگیریم و تهیه کنیم از قسمت ها و جای دیگه استکهلم یا موزیمایش.